من چون گل دوران خویش است، به دورانی دیگر هرگز نروید. خزان دارد بهاری زندگانی، خزان را هیچ کس چون گل نپوید. سلام و درودی پر از مهر و محبت ما را بپذیرید بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاباران. با معناهای نو و صمیمی مهمان خانه شما هستیم. مهمان امروزی برنامه ما نامزد علم‌های فیلولوژی دوسنت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی گوباجان غفورов معلم باقی رجب هستند. سلامت باشید. شما به برنامه آفتاباران. در هر برنامه با شرح نو و بینندگان گرامی ما غذای معنوی میبخشیم. در برنامه امروزه خواستیم اوید با مصاحبه های لایق فکر و ملاحظه های شما را دانسته باشیم. مصاحبه که انتخاب کردیم در قلمرو شعر، فکر و اندیشه های خود را به بینندگان گرامی ما بیان میکردید. تشکر زیاد. بار دیگر سلام تماشابینان عزیز برنامه های تلویزیونی مستقل سیما یکم. استاد لایق شیرعلی یکی از شاعران نیمه دوم عصر بیستم و یکی از سخنوران ممتازی که امروز هم در ادبیات هم در سیاست هم در تاریخ نگاری با نگاشتن بهترین مطلب‌هایشان نام برآوردند. استاد لایق شیرعلی در برابر شعر، در برابر آفریدن اشعار دلاشوبشان همچنین به آثار منثور هم رو آورده بودند. بیشتر سرسخن به کتاب‌های ادیبان، نوراهانی، راه شعر، همچنین یک سلسله از آثار استاد لایق شیرعلی این مصاحبه با اهل ذوق است، از جمله با منقدان، با روزنامه‌نگاران، با نفرانی که به شعر استاد لایق شیرعلی، به افکار استاد لایق شیرعلی توجه داشتند به حساب می رود. یکی از مصاحبه هایی که استاد لایق شیرعلی با منقد صاحب نام و شاعری خوبی ما اسکر حکیم سال 1975 در نشریات چاپ شده بود، نشریه ها چاپ شده بود. اولین از مصاحبه های تخصصی استاد لایق شیرعلی به حساب می رفت. استاد لایق شیرعلی به صفت شاعر و استاد اسکر حکیم به صفت منقد در اینجا برآمد کردند. از برد و باخت ادبیات، از برد و باخت صفت شعر، صفت مثلا آثار همون سالها بحث رفته است در این چه صحبت. یک چیز رو باید شنونده تماشابینان ما دانند که همین مصاحبه ادبی یا صحبت هایی که ادیب با منقد یا شاعر با منقد یا نویسنده با منقد یا تئاتر شناس با منقد صحبت میکند، همچون یک ژانر خاصه ادبیات و نقد ادبی به شمار می رود. ما در تاریخ ادبیاتمان به این گونه مصاحبه ها آشنا هستیم، از جمله مصاحبه های فاتح عبدالله با بازار صابر، از آن مرتضی زیندینوف با واحد اسراری، از آن اعظم خدادادوف با خالق میرزازاده، از آن که میررحیم میربابا با محمد جان شکوری. یکی از مصاحبه هایی هستند که در هر یک اندیشه این مصاحبه سخنی که مثلا منقد یا که مثلا مصاحب در اینجا آورده شده است کتاب گپ هست. بله. به خاطر آن که افکاری این مباحثان نزدیکتر است، اینها به همان مسئله عمیق‌تر رفتگی هستند و از موادی که مثلا آماده شده است تحلیلش و مثلا وضعی همون دوره خیلی آگاهی دارند.
یکی از پهلوهای نمایانی مثلا اندیشه های لایق در مصاحبهش این شناخت ادبیات است. شناخت ادبیات است از جانب اهل همون زمانه و عمیق رفت فهمیش همزمانان درباره ادبیات واقعی و هنری اصیل می باشد که این را ما به واسطه در مصاحبه های استاد لایق شلیلی شناس می شویم، شناس شدگی هستیم. با شعر استاد لایق، آن نگاشته هایی که نوشته هایی که با نثر باقی مانده است چی پیوند دارد؟ چگونه با هم رابطه دارند؟ البته استاد لایق شلیلی همچون اول همچون شاعر نام برآوردند. ما مردم استاد لایق را به صفت شاعر می شناسند. شعرهای خوبی لایق علاقه و این مردم است، مردم علاقه قبول کرده که هستند. لیکن بغیر از شعر استاد لایق شلیلی 150 زیاده از 150 اثرهای دیگری دارند که به شکل مصاحبه، به شکل گزارش، صحبت، مصاحبه مثلا شده هستند، در نشریات درج شده هستند. یکی از همین مصاحبه هایی که با اسکر حکیم در قلمرو شعر چاپ کردند، این باور کنید استاد لایق شلیلی در بسیار موارد از ادبیات افسوس می‌خورد که بعضی شاعرانی پیدا می‌شوند که گویا که خودشان را سواره تصور میکنند، لیکن به مانند آنی که یک شاخ بید قیچی میزنند و همچون اسب کودک بازی میکند، اما او پیاده است لیکن فکر میکند که سواره است. استاد لایق شلیلی به همین معنی میگویند که بعضی شاعران با یک شعری پوچ، با یک شعری خام، با یک شعری که صفت ندارد خودشان را همچون شاعر معرفی کردند. اما همچنین بر آن فکر هستند که به این گونه شاعران هم نمی شود، زیرا در صورت شاعری خوب بودن باید شاعری بدن باشد، در صورت بعد به معنای اون که شعرش پست است، صفتش پست است. خوش آمدی بهاران، بهاری لاله‌زاران، با یکیم چیزهای دیگر هم بود که استاد لایق شلیلی در همین مصاحبه چی میکنند. استاد لایق شلیلی اندیشه‌شان در همین مصاحبه همین است که میگویند که ادبیات در سالهای تا 60 بیشتر به روحیه زمان ایجاد شده بود و از سالهای 60 تا 80 ادبیات به علاقه رو آورد به صفت شعر. مردم علاقه دوره‌ای که آغاز خودشناسی و خودآگاهی ملی آغاز گردیده بود، مردم به صفت شعر رو آوردند و ما بهترین شاعران رو در دوره شوروی مثلا بعد از استاد میرزا ترسونزاده و ابوالقاسم لاهوتی در سالهای 50 80 عصر 20 شناختیم، به مانند گلرخسار صفی و مومین قناعت، استاد لایق شلیلی، بازار صابر و ده ها شاعران صاحب نام دیگری ما که در همین دوره کمال یافتند و شعر را به اوجش رسانیدند و امروز نام این شاعران در تاریخ ادبیات تاجیک ثبت گردید. در شعرشان در زبانی مخلصانشان است. همیشه مثلا از شعرشان سراینده ها ترانه میخوانند و همین اندیشه ها در همین مصاحبه خیلی چی گردیده است. بهترین. تشکر معلم. خوب استاد لایق در نوشتن اثرهای نثری پیرو که بودن؟ بیشتر با کدامی از ادیبان ادبیات معاصر؟ البته من امروز همچون یک نفر اندیشه دارم که همه شاعرانی که صاحب نام شدند و به کمال رسیدند اول به مطبوعات رو آوردن. استاد میرزا ترسونزاده، استاد صدرالدین عینی، استاد از جمله خودی استاد لایق هم فعالیتشان را همچون محرر در روزنامه کمسمال تاجیکستان آغاز کردند و اولین نگاشته‌هاشان در همین مطبوعات چاپ شد. من اکنون پیروی کی بودنشان چی کرده نمیتونم، لیکن
میدانم که همه خدمت هایی که در مطبوعات استاد لایق شریلی کردند در سالهای وزمینی سالهای 20 استاد صدرالدین عینی در مطبوعات همین گونه خدمت کردند. احیای زبان، احیای فرهنگ، رو آوردن به خودشناسی ملی، رو آوردن به بالا برداشتن مقام زبان دولتی. اگر خدمتی که استاد صدرالدین عینی در سالهای 20 کردند، همین خدمت من فکر میکنم که استاد لایق شریلی در سالهای من بعد در مطبوعات نشر کردند و بهترین مقاله های استاد لایق شریلی درباره تازگی زبان، گرامی داشت زبان، قانونی گرداندن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان نشر شد و سبب هم شد که مثلا سال 89 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی قانونی هم وقته به امضا رسید و استاد لایق شریلی یکی از حامیان زبان تا دمی واپسین مرگشان خدمت کردند. رئیس بنیاد زبانی تاجیکی فارسی بودند. درباره زبان هم چند شعرهایی مثلا خوب هم دارند. زهر بادا شعر مادر بر کسی که زبانی مادری گم کرده است. مقاله های زیاد دارند. صاحب این زبان کیست؟ مقام زبان دولتی رو باید بالا برداشت. از زمره همین فکر میکنم که پیره در همین و در نگاشتن آثار منصور پیروی به استاد صدرالدین عینی، استاد مرزا ترسونزاده که یک سلسله مقاله هایی دارند که به افکار ادبی بخشیده شده است و سوم همین که استعداد خودشان بود که با بهترین افکار، با بهترین فکرشان در مطبوعات برآمد میکردند. تشکر زیاد. همین مصاحبه را استاد لایق چگونه جمع‌بست کردند؟ فکر خود را چگونه به انجام رسانیدند؟ البته این مصاحبه بسیار یک مصاحبه طولانی است. در مصاحبه که مورد نظری ما گردیده است به اهمیت ادبی و استتیکی آثار جداگانه ارزشمند ادبیات معاصر تاجیک بخشیده شده است. آنجا بهای استاد لایق به داستان جان شیرین مرزا ترسونزاده تمایل خاصی درک اجتماعی شعر را چی میکند در همون زمان کاملا نو معین میکند و به نظر استاد لایق شریلی همین داستان محصول زمانی برخوردهای نو بود. در یک جا به قید میکنند که این داستان اندیشه به میان میگذارد. در نظر اول صحبت محرمانه شاعر با همسر خود، حکایت تأثیرات از دیده و شنیده ها و سیر و سیاحت اوست. این زمینه واقعی داستان فقط یک واسطه بیان احساسات و تفکر یک فرد صاحب وطن و صاحب زمان ماست که مسئولیتش در نزد عائله کمتر از مسئولیت اجتماعی نیست. یعنی ما میدونیم که استاد مرزا ترسونزاده در داستان جان شیرین یک بسیار تصویرهای عجایب روی کار آوردند و در زیر هر سطر آدمانی زنده میستند. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن، گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزد به پرواز آمدم. این داستان استاد لایق شریلی بهای بلند میتیند و میگویند که اگر همین داستان در دوره روی کار آمد که مردم علاقه به فهمیش شعر بیشتر رو آورده بودند، در پس هر بیت این داستان خودی استاد لایق هم میگویند که ما آدم زنده نفسهای گرمی او تشویش و ترددهای عموم انسانی را میبینیم. اندیشه های استاد لایق شریلی در سالهای 80 برزیدی سالهای 80 نیز تکمیل می‌یابد و سرعت می‌یابد و میگویند که مراجعت کرده به یکی از شعرهای استاد مرزا ترسونزاده تا کنم تعظیم مثل پختچین چهار قد گردیده بر روی زمین. در این مورد نظر اول چنین می‌نماید که شاعر به تعظیم خود تشبیه خیلی زنده یافته باشد، اما اگر
چی وارد همین شعر فکر کنیم، امروز فکر کنیم، اینجا تماما سخنی صحنه مهنتی دختری پختچین به نظر می نماید. اما مثلا در اینجا چی میرزا ترسون زاده به معنای دیگر گفته باشند، لیکن خواننده همین خیلی میفهمد که صحنه دختری در صحنه دختری پختچین دیده می شود. و واقعا اندیشه های استاد لایق شیرالی در بابت شعر و ادبیات و نقد ادبی با استاد عسکر حکیم خیلی تیز و تند می شود و لایق سبب به این گونه چی پس رفتن ادبیات این همین نبودن منقدان خوب، نبودن اثرهای تنقیدی. میگوید که نفرانی هستند که در کنج خانه نشستند و درباره تنقید ادبی چی نمی کنند، توجه نمی کنند. اگر ما با شعر، با همون نثری که ایجاد می شود بها دهیم، آن به خاطر غرض نه، به خاطر مثلا منفعت نه، به خاطر شکستن یک ایجادکار نه، به خاطر آنه که صفتی ادبیات پیش، صفت ادبی، اثرهای ادبی بالا برداشته شود و مردم بیشتر به ادبیاتی ادبیاتی که مثلا با راه تعلیم و تربیه میبرد آدم ها رو مثلا خوشحال میکند رو بیاریم. اما اثرهای همون در همون دوره بودند که مثلا درباره 1 می یا 8 مارس شعر می نوشتند. خوش آمدی ای ایدی فرخنده، شاید برای همین هم تنقید به چنین شعرها عادت کرده بود که فقط همین گونه شعرهای تنقید میکرد. اما معنی های بلند، شعرهای بلند منقدان کم بودند که در همون دوره چی توجه کنند. و در خلاصه من گفته میتوانم که همین مصاحبه که عسکر حکیم با استاد لایق شیرالی روی کار آمد، این مسئله اساسی معین کردن درست و نادرستی عقیده که از آنها به شمار می رفت و در بحث خیلی چیزها لابراتوری کار ایجادی استاد لایق شیرالی آشکار گردید و استاد لایق شیرالی هم در همین مصاحبه چی میشن اقرار میشن که من هم در وقت شعرهای ناصر نوشته بودم و امروز همون شعرهایی که به نظر خودشان معقول نیست از روی خطی و ایشان خط زدن اشعارشان. من اینجا ما شناس میگردیم در وضع سیری کارگاه استاد لایق شیرالی، از جمله از ایجادیات خود برآوردن بعضی اشعار به نظر سست را در تجربه این شاعر نامی نیز میبینیم. لایق در این صحبت صریحاً و آشکارا میگوید که این خیل غمزه ها من هم داشتم و چون نمونه این غمزه ها پاره زیر را نشان میدهد. بهار آمد ز باران بهاری، برآمد در دلم رنگین کمان ها. و در ادامه نظری تنقیدی خودی استاد لایق شیرالی بیان میکنند که این شعری در روز نوروزی بود، وقتی که دوستم دارا نقیزه بافت و خوب خندیدیم، از بحر آن گذشتم. در حقیقت جای خنده است، در دل چه رنگین کمان می برآمده باشد. ما اینجا بینید که امروز در جهان یا در خصوصا در روسیه شاعرانی صاحب نامی هستند که به خود تنقید کنی چی میکنند، رو می آورند. من همین چیز رو در ادبیات تاجیک کمتر واخوردیم. استاد لایق شیرالی واقعا به صفت یک شاعر خودشان رو تنقید میکنند و در چند جای همین مصاحبه هم از کمبودی خودشان میگویند. اما استاد لایق شیرالی بر زمین این شاعری خوشنام هستند، شاعری صاحب دیوان هستند. اشعار استاد لایق شیرالی امروز از زبان هیچ کس دور نرفته است
агар ба марги устод лоиқ шералӣ 23 сол гузашта бошад, аммо шеърашон сол ба сол устод лоиқро зинда нигоҳ медорад. устод лоиқро тамоми пиру барно, тамоми наврасону ҷавонон худ озмуни фуруғи субҳи доноӣ исбот кард ки чӣ қадар дӯстдорони шеъри лоиқ шералӣ зиёд ҳастанд. ташаккури зиёд барои суҳбати гарму самимӣ. итминон дорам ки бо баробари шеър ва ғазалҳои пурмаъно ва дилошӯби устод лоиқ, он мақола ва мусоҳибаҳое ки ба мо боқӣ мондааст ба бинандагони гиромии мо ғизои маънавӣ бахшид. дар барномаҳои оянда низ оиди мусоҳибаҳои устод лоиқ силсила суҳбатҳо хоҳем орост. хуш омадед ба барномаи Офтобборон. саломат бошед. тавлид шавам агар дубора бо ин ҳама шавқу шӯру идрок, бо ин ҳама роҳи дилшиносӣ, бо ин дили оташини бебок. бинандагони азизу гироми қадр, то ҳафтаи оянда хайру хуш мекунем. саломату сарбуланд бимонед. хайр азизон.